خوش اومدید به اولین ویدیو لانگ چنل ما، چنل AR Nexar. اومدیم امروز با معرفی یک کرافتلند که پیک قدیمی داره و چیت هم داخلش هست و مناسب کسایی که دوست دارن چیت رو امتحان کنن و واقعا عالیه، هیچ گونه بنی هم نداره، توسط خود گارنا هم هست و میتونید بیاید تجربهش کنید. میبینید کلا چیزای خفنی هست داخل این مپ، به علاوه از کلا پیک قدیمی که جداست از اینا. یعنی یه طور میشه هم برگشت پیک قدیمی و داشتن چیت خفن. همونطور که دارید میبینید همه تیرا هد میخوره، حالا شاید هم بعضی جا مثلا 2-3 تا نخوره و یه قابلیتی عجیب دیگه هم که داره در ادامه ویدیو متوجه میشید. زمانی که میخوام آموزش کاملش رو بدم، اینجا فعلا گیم پلیشه میبینید. حالا بیایم اینجا بهتون آموزش کاملش رو بدم. شما که اول وارد مپ میشید از بالا میافتید پایین، انگار از داخل هواپیما اومدید پایین، که حالا کدش هم آخر بازی بهتون، آخر ویدیو براتون میذارم. گوشیتون رو انتخاب میکنید، گزینه زرده رو میزنید، میبینید اینجا یه خرسی براتون میاد، خرس رو میزنید روش، میبینید اسپید داره، جامپ داره، ایمباد داره، آنتن داره و چیزای خفنی داره. حالا جدا از اون، زمانی که روی وانتد این ستاشه، وانتد نه، زمانی که روی وانتد بزنید همون که یخاش عوض میشه، رو وانتد که میزنید نگاه کنید اینجا میتونید هر چیزی که میخواید انتخاب کنید. وی میخواید، همین وی کلوفتا میخواید، پریم 8 میخواید، همون اف اف میخواید، و هر کدوم بخواید میتونید انتخاب کنید، با سلیقه خودتونه. دارم میگم یه مپ بسیار عالی، اصلا انگار که اومدی قدیم. حساب فقط اون چیت قدیمی رو نداره دیگه، بخوای هر طوری حساب کنید فقط اون چیت قدیمی رو نداره. شما هر طوری هم تیر بزنید براتون چه حساب میشه دیگه؟ هد حساب میشه، چه هد اسکوپ بزنید چه معمولی تیر بزنید داره. میبینید واقعا هم مپ خفنی هستش واقعا، یعنی هم پیک قدیمی برگشته، هم شما میتونید یه چیت خفن رو تجربه کنید. برای کسی که خیلی کنجکاون بدونن چیت چجوریه، میتونن راحت اینجا بیان از داخل این مپ یکم تجربهش کنن و بتونم میگم که هیچ گونه بنی هم نداره، تجربه توسط خود گارنا هم هستش. میبینید همینطوری داره هد میخوره، واقعا چیت خفنی داره. من میبینید اولین چیت که نه، چه دومین سومین چیتیه که من داخل خود فیر فایر دیدم، چیز خفنیه واقعا، خیلی عالیه. همونطور که میبینید الان 80 تا هم کیل گرفتم، این همش تاثیرات چیته. و دابل اسنایپ هم داره، گانهای مختلفی هم داره، دابل اسنایپ داره، دیزرت و وودپکر و دولول یو ام پی هم که داره، این ام پی 40 و ایکس ام 8 و ام 4 و این چیزا رو داره دیگه. آره بازیش تموم شد. حالا بریم بهتون کد بازی رو بهتون، کد مپ رو بهتون بگم. شما که میایید داخل کرافتلند، سرچ بالا رو میزنید، سرچ بالا رو که میزنید، خب اینجا میزنید هشتگ 30 بزرگ 44 دی بزرگ 60. اینو که بزنید براتون مپ بالا میاد، میتونید حالا سولو بازی کنید یا روم بسازید با دوستاتون میاد بازی کنید، واقعا چیز خفنی. و اینکه مرسی که تا اینجا ویدیو ما همراهی کردید و تا آخر ویدیو نگاه کردید، واقعا دمتون گرم. لایک و کامنت هم فراموش نشه. تا یه ویدیو لنگ دیگه، خدافظ.